امروز من توی توییتر طبق معمول داشتم میگشتم و دنبال محتوای خاص خودم بودم برای امیرمون پلیز، ولی یهو پست آی جی ان رو دیدم که نوشته بود 8% استاف، بهتره بگیم حالا استاف میشه 900 نفر، ولی کلا 8% کارمندان اخراج شدن توی سونی. کارمندان که البته شامل استودیو هم میشه و لابلای این استودیوها یه سری استودیوهای معروف هست که بازی انحصاری سونی رو منتشر میکردن میساختن و با عقل من جور در نمی اومد. یعنی من هر چقدر حساب کردم اولش دیدم که چرا باید سونی این کارو بکنه. استودیوهایی مثل گوریلا، نوتی داگ و خدمتتون عرض بکنم اینسامنیاک که اسپایدرمن جدید رو داشتیم از اونجا، از اون سمت. ناتی داگ که لاست آف آس بوده، آنچارتد بوده و گوریلا هم که هورایزن بوده. یعنی این سه تا عنوانی که الان اسم بردیم فروش خیلی خوبی رو تجربه کردن، محبوبیت خاصی تو کامیونیتی دارن و دیگه از این به بعد نیستن. یعنی دیگه این بازی‌ها رو شما نمیبینید. علتش هم باز رفتم خوندم، من کامل صحبتای جیم رایان رو خوندم، اون چیزی که آی جی ان منتشر کرده بود و دیدم که حتی رئیس بخش استودیو پلی استیشن هم من اونم خوندم، دیدم چی نوشته بود. کلیاتش این بود که ما میخوایم یک مسیر جدید رو آغاز بکنیم و مجبور بودیم که برای ساخت مسیر جدیدمون، ساخت اون اینداستری جدیدمون، یه سری از پروژه‌های گذشتمون رو رها کنیم، اونا رو بدیمشون دست باد و مسیر جدیدمون رو اینجوری شروع بکنیم. من تنها چیزی که دریافت می‌کنم که شیرهولدرها، اونایی که سهامدار هستن، راضی نبودن از میزان فروشی که سونی داشته تجربه می‌کرده، حالا چه کنسول وایزی چه مربوط به بازی‌ها، توی مخصوصا توی این استودیو. برای همین سونی مجبور شده این 8% بره. خب فکر کنم چند ماه پیش بود که این اتفاق برای مایکروسافت توی اشل بزرگتری اتفاق افتاد. 900 نفر سونی اخراج کرده، اونجا فکر کنم 1800 نفر اخراج کرده بود و یه رقمی هولوش 70 میلیون دلار همینجوری رفت. خب که بخش زیادیش هم سمت اکتیویژن بود، اکتیویژن بلیزارد بود. اونجا مایکروسافت مجبور شده بود این کار رو انجام بده. اما من این سمت متوجه نمیشم که چرا عناوینی که ناتی داگ داره منتشر میکنه و اینسامنیاک داره منتشر میکنه از دیدگاه سهامدارای سونی باید بد باشه، فروش خوبی رو تجربه نکرده باشن که بگیم اینا رو بدیم برن. حالا اینا هست، استودیو یوکی سونی هم کلن بسته شده که کلن تو کار وی آر بود دیگه، بازی‌های وی آر منتشر میکرد و میساخت. این نشون میده که وی آر کنسل به کل، یعنی بازیایی که داره برای وی آر ساخته میشه علنا توجیهی نداره. علتش من تقریبا میتونم حدس بزنم با ورود تکنولوژی جدیدی که اپل ویژن داره وارد میکنه، حس میکنم سونی داره احساس خطر میکنه اون سمت، برای همین اون حذفش کرده، شاید یه چیز جدید رو میخواد ارائه بده. و یه نکته داخل پرانتز بگم، ببینید فن بوی بودن از نظر من اشتباهه کلا. خب یعنی شما اینکه صرف طرفدار یه چیزی باشی با چش و گوش بسته بگی این دیگه ته عالمه، این دیگه بهترین عالمه، به نظر من از عدم اطلاعات و دیتا میاد. خب شما همزمان اگر که داری یه سمتی رو میبینی میگی آقا مایکروسافت اینجا داره اشتباه میکنه و اینجا داره ضرر میخوره یا اینجا داره یه کار عجیب غریب میکنه، اینجا هم باید بگیم سونی داره کار اشتباه میکنه، کار عجیب غریب داره میکنه. آره اون سهامدارا دارن دید بیزینسی نگاه میکنن، من دارم دید گیمی نگاه میکنم، دید بازی دارن نگاه میکنن. من میبینم که آقا عناوین مثل لاست آف آس حیفن، عناوین مثل اسپایدرمن حیفن، عناوین مثل هورایزن حیفن، اینا حیفه، چرا اینا رو بستید؟ خب حالا باز میگم این بحث فن بوی بودن ممکنه بگم آقا سونی هر کاری دلش بخواد بکنه، اصلا به تو هیچ ربطی نداره، سونی خودش بهتر میدونه، اینا من کاری به این ندارم. من سوالم اینه آیا شما لاست آف آس بازیگری بدت اومد؟ آیا شما اسپایدرمن بازیگری بدت اومد؟ آیا شما هورایزن بازیگری بدت اومد؟ وی آر بازی کردی بعدت اومده؟ اگه خوشت اومده پس این حرف تناقض داره که آقا سونی خودش میدونه هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. اگه خوشت نیومده که دیگه اوکی دیگه، یعنی از لاست آف آس خوشت نیومده، از اسپایدرمن خوشت نیومده دیگه، تکلیف اینجا مشخصه. ولی من که لذت بردم، بازی کردم، خوشم اومده، دوست داشتم نسخه‌های بعدیش هم ببینم. این چیه واقعا؟ این چه سیستمیه که حالا مایکروسافت هم داره این کارو انجام میده؟ به نظر من داره
انوایرمنت، اون اکوسیستمی که ما توش زندگی میکردیم، ما توش بازی میکردیم، ویدیو گیم کلا داشته میرفته جلو، داره تغییر میکنه، داره رو میاره به استریمینگ سرویس ها، سابسکریپشن ها و همون گیم پس خودمون. خب یعنی اون چیزی که اکثرا هی میگن آقا این چه مزخرفی، این چه آشغالیه، همون شرکتی که شما دوستش داری داره این کارو دیگه انجام میده، مجبور انجام بده. یعنی صنعت داره یه جوری جلو میره که اینا اگر این کارو نکنه، اگه سونی این کارو نکنه، همون بلایی که نوکیا سر شما سر سونی هم میاد. شما الان دیگه اصلا گوشی خفن از نوکیا میبینی؟ نه، نوکیا برید شد، خاک شد. سونی اریکسون که بعد جدا شدن، سونی اومد. سونی الان کجاست توی اینداستری اسمارت فون ها؟ الان شیائومی هست، سامسونگ هست، آیفون هست. خب حالا اون گوشا یه سری برندهای دیگه هم هستن، خب اینا بیشتر بولدترن دیگه. شما مثلا موتورولا رو کجا میبینی الان؟ خب نوکیا رو کجا میبینی الان؟ نیستن دیگه. چرا؟ چون نیومدن جلو، همون گذشته خودشون نگه داشتن، گفتن آقا همین خوبه، ما همین مسیر میریم جلو. سونی هم به نظر من دوست نداشته این اتفاق براش بیفته، اومده یه سری از کی استودیوهای خودش رو کلا داده رفته هزینه‌ها رو کمتر کنه دیگه. قطعا همینه، چون یه سری ایمیل هم لیک شده بود که سونی فرستاده بود واسه یه سری از استودیوها که آقا من کات بیشتر میخوام، پول بیشتر به من بده، من تو ضررم. چون حس میکنم تصور سونی از فروش کنسولاش 25 میلیون بوده، به اون میزان نرسیده و میخواسته یه جورایی از بقیه پول بگیره. این اتفاق هم نبوده دیگه، مجبور شده همه رو بفرسته و لی آف کنه دیگه. در اصل برای من عجیبه، برای من بده، برای من خوشایند نیست. این گیمایی بودی که من دوست داشتم ادامه‌شون رو ببینم و دوست دارم این استودیو بمونن. یعنی استودیو اس فقط نیستم. من بچه بودم ناتی داگ رو شناختم با کرش و اینسامنیاکو. مثلا من دبیرستان اینا بودم، یه بازی بود اسمش رزیستنس بود، بازی می‌کردم، اونم انحصاری سونی بود. اینا استودیوهای قدیمی هن که عناوین خفنی درست کردن، نباید این اتفاقات براشون بیفته. حالا سونی باید یه جوری دیگه، یه حرکت دیگه می‌زنه و من دید گیمی دارم، اون دید بیزنسی دارم، فرق می‌کنه دیدگاهمون. و چیزی هم که تو ذهنم اینه که آقا فقط یه ساید و یه جهت رو نبینیم، اگر که اتفاق بدی یه جا میفته طرفدارش هم هستیم بیایم بگیم، وای نسیم ببینیم که چه کره‌ای میتونیم ازش بگیریم، یا اگر مثلا مایکروسافت از مایکروسافت خوشمون نمیاد ببینیم یه کره‌ای میتونیم از اون بگیریم، هی بیشتر بکوبیمش. به نظر من اینجوری درست نیست و این نشانه از یه چیز دیگه داره. یعنی این که شما صرفا فن بوی و علاقه داری یه بحثشه، بحث دیگه هم داره که حالا اینجا مطرحش نمی‌کنم. در هر صورت شما هم نظرتون رو بنویسید، به نظرتون چه اتفاقی قرار بیفته، آیا خوبه، بده، چه جوریه، تو کامنت ها بنویسید. دمتون گرم که همراه من بودید. ویدیو رو دنبال بکنید، گیم پلی جدید داریم که نمات از دستش بدید تا دیدار دیگه. ارادتم.